آقای قاضی شرافتا هر چقدر میخوای حبس بنویسی بنویس. شرافتا دزدی کردم؟ نه. دارم شکم زن بچه‌مو سیر میکنم. آخه با این پای عرینمون نمیتونم برم کارگری. آدم شرمنده زن بچه‌اش بشه ها. قبل این کارگری می‌کردی؟ ها تا 3 سال پیش یه چای افتادم این پام از 3 جا شکست. دیگه نمیتونم کارگری کار کنم. به خاطر همین افتادم به قاچاق. یه نشونی برات می‌نویسم. خب برو اینجا. کجا؟ کارخونه کمپیوتر سازی. بگو قاضی حسینی منو فرستاده. تو خودش میدونه چیکار. بالاخره من باید برات یه جریمه بنویسم دیگه. بابا جرم کردی. خود چقدر؟ یه مقداری می‌نویسم که بتونی خود چقدر؟ بتونی پرداخت بکنی. جنسام چی؟ جنسام پس میدی؟ خیلی خب فردا بیا بهت بگم کی و کجا بری این جنساتو تحویل بگیری. خوبه؟ خیلی مردی. خودت مردی که با این شرایط خونه نشین نشدی به خرج زن و بچه‌تو در میاری. برو به زندگیت برس. به سلامت. دست درد. Gülüm seni koparmış